ما یه سری کشتیگیر داریم واقعا با استعدادن ولی خب پشت خط اون نفر اوله میمونن دیگه، یعنی سخت میشه براشون. من خیلی وقتا میبینم شما به کشتیگیرایی که حتی میرن مثلا تو حالا کشتیهای تمرینی میبازن اینا یه روحیه‌ای میدین همیشه که او بالاخره نوبت تو هم میشه. این چه جوریه؟ این نفر دوم سوم وزن بودن خیلی چیز سختیه کلا. همیشه اینجوریه. با استعداد بودن خیلی خوبه، خیلی با آدم کمک میکنه اون مسیری که آدم میخواد بره رو راحت‌تر طی کنه، ولی در کنارش سخت‌کوش هم باید باشی. خیلی جا باید فداکاری کنی از خیلی کارهایی که میخوای انجام بدی. بعد آدم باید زمین بخوره، اونجوری نیستش که حتما تو نفر سوم هستی دیگه 6 ماه دیگه باید بیای تیم قهرمان. چرا؟ باید هدفت باشه، زحمت بکشی، نه اینکه مثلا بیای با یه باخت دو باخت صحنه رو ترک کنی. خیلی از قهرمان‌ها هستن که تو سنای بالا اومدن مدال جهانی المپیک گرفتن. دقیقاً خود دیوید تیلور هم یه نمونه‌شه.